سلام، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من رویا، راوی داستان‌های شما هستم. اگه به داستان‌های واقعی علاقه‌مندین، لطفاً کانال دومم، رادیو اعتراف و اعتراف تو رو سابسکرایب کنید. داستان‌های خیلی خفن و جنجالی رو براتون آپلود و آماده می‌کنم. اگه آماده اید بزن بریم. فقط کافی بود شمع تولد 30 سالگیمو فوت کنم. همون لحظه یکی یکی دهن باز کردن. زمزمه ها شروع شد. 5 ساله که ازدواج کردن ولی هنوز بچه‌ای ندارن. سنش داره میره بالا، پس کی میخواد مادر بشه؟ حتما مشکل داره. طفلی شوهر بیچارش به پاش میسوزه. خب منم دلم بچه میخواست. منم دوست داشتم مادر شدن رو تجربه کنم، ولی غیر ممکن بود. تو کار خدا حکمتی نباشه. جشنی که قرار بود باعث خوشحالیم بشه، منو یه زن افسرده و گریون کرده بود. مهمونه که رفتن، سعید اومد کنارم. گفت به دل نگیر رویا، مردم حرف مفت و زر زیاد میزنن. ما بچه میخوایم چی کار آخه، وقتی که هنوز خودمون بچه ایم. برای اینکه جو عوض بشه خندید. گفت تو منو بزرگ کن، منم تو رو بزرگ میکنم. تو بچه من باش، من بچه تو. نظر چیه؟ یه لبخند نصف نشست رو صورتم. از روی دوست داشتن حرف میزد، ولی خب ترس داشتم. ترس از این که تا کی انقدر خوب میمونه. اوایل زندگیمون آمادگی مالی نداشتیم. الانم که شرایطشو داریم، خدا به همون نظر نمیکنه. چند بار اقدام کردیم، ولی خب این نتیجه بود. نگاه خیسمو دادم بهش. گفتم که میای فردا بریم آزمایش بدیم. خندش وا رفت. خم شد طرفم و آروم گفت نه رویا، نمیخوام بفهمم که مشکل از کدوممونه. گفت نمیخوام دیدگاهمون نسبت به همدیگه خراب و عوض شه. گفت حتما به صلاحمون نیست. خودم رو انداختم کنارش. گفتم سعید تو رو خدا بیا بریم. گفتم شاید دکترها بتونن کمکمون کنن. دستشو آروم میکشید رو موهام. گفت رویا میدونی چیه؟ همیشه یه جایی تو دلم فکر میکنم شاید همه اینا دلیل خاصی داره. گفت شاید خدا فعلا نمیخواد که ما بچه دار بشیم. گفت شاید هنوز وقتش نرسیده. اینا همش بهونه بود و این بهونه ها باعث تعجبم میشد. آشکارا میدیدم که سعید با چه حسرتی به بچه ها نگاه میکنه. خواهرزاده هاشو چقدر با ذوق بغل میکنه و بهشون میرسه. با بغض چسبیده به گلو به زور گفتم خودت که میدونی چقدر بچه دوست دارم. منم میدونم که تو عاشق بچه ای. ازش یکم فاصله گرفتم. همین که نگاهم به چشمای غمگینش افتاد، بغضم شکست. گفتم سعید به خدا من دلم ضعف میره که یه کوچولو مامان صدام کنه. چشمای سعید برق اشک داشت، ولی خب غرورش نمیذاشت که تا خودش رو خالی کنه. برای اینکه اشکاشو نبینم بلند شد رفت توی حیاط. نیاز به خلوت داشت. منم نمیخواستم که خلوتشو به هم بزنم. از پشت پنجره نگاش کردم. زیر لب با خودم حرف میزدم. گفتم اگه مشکل از من باشه سعید بازم با من میمونه. گفتم نکنه که به خاطر علاقش به بچه، علاقش نسبت به من از بین بره. نکنه که ازم دور بشه. اشکامو پاک کردم. ولی خب اگه مشکل از سعید باشه من تا آخر عمرم کنارش میمونم. عشق من بهش بیشتر از بچه است. آره من واقعا سعید رو دوست دارم. امیدوارم که اونم دوستم داشته باشه. تا پرده رو انداختم خونه به هم ریخته بیشتر اعصابم رو خورد کرد. مشغول جمع جور کردن خونه شدم. گذر زمان از دستم حسابی در رفته بود. کار من تمام شد، ولی خب اون همچنان
توی حیاط نشسته بود. نگران حالش بودم، اما خب بازم فقط از پنجره نگاش میکردم. همین که دیدم با تلفن صحبت میکنه رفتم پیشش. وقتی که نزدیک شدم گوشیشو قطع کرد. گفت بشین رویا، میخوام یه چیزی بهت بگم. حالت چشماش هنوز همون بود. به خودم جرأت دادم. قبل از این که حرفاش رو بشنوم گفتم سعید، میدونی که من همیشه کنارتم تو هر شرایطی. چند ثانیه فقط نگام کرد و آروم گفت میدونی رویا، ولی خیلی چیزا به مرور زمان تغییر میکنه. این که بچه نداریم ما رو به هم نزدیک نمیکنه، بلکه بیشتر از هم دور میکنه. و میخوام در مورد همین باهات صحبت کنم. دلشوره و استرس گرفته بودم. دلم میخواد چیزی بگم، اما خب کلمات نمی اومدن. بغض تو گلومون هیچی نمیتونست که درد این لحظه رو کم کنه. از همه بیشتر نگران این بودم که به خاطر این موضوع ارتباطمون آسیب ببینه. گفتم فقط میخوام بدونی برام مهم نیست که نتیجه آزمایش چی میشه سعید. همین که تو کنارم باشی برام کافیه. خودشو کشید سمتم. گفت خانومم انقدر نترس، گوش بده ببین چی میخوام بگم. چند لحظه سکوت کرد. بعدش یه نفس عمیقی کشید. شروع کرد به گفتن. گفت میخوام همه چیزو بفروشم. چشمام از صدقه داشت میزد بیرون. گفتم خب واسه چی؟ با ذوق و امید زل زد تو چشمام. گفت برای بچه. اصلا متوجه منظور و مفهوم صحبتاش نشدم. پرسشی نگاش کردم که ادامه داد. بریم آزمایش بدیم. ولی خب باید صبر کنی. میخوام همه چی رو بفروشم. یه مدت تو حسابم باشه. حسابم کار کنه. میتونم یه وام سنگین بگیرم. بعدش با اون وام و پولای خودمون دوباره همه چیزو میخریم. این وسط یه ملک با ارزشم میتونم اضافه تر بخریم. خندون نگام میکرد. برات سوال نشد که اینا چه ربطی به بچه داره؟ سرمو تکون دادم که با شوق و ناراحتی ادامه ی حرفش رو گفت. من کلی فکر کردم. گفت اگه دکترا کاری از دستشون بر نیومد و نتیجه نداد میریم از پرورشگاه بچه خودمونو میاریم. حتما که نباید از خونه خودمون باشه رویا. و از اون جایی که باید ملکی به نامش بزنیم. من این فکر رو کردم. حالا نظرت چیه؟ تمام دلم پر از امید شد. اما خب این امید و خیال خوش قرار نبود که زیاد همراه هم بمونه. وای از من. سعید تمام وقت مشغول فروختن دار و ندارمون شده بود. ماشین، زمین، حتی خونه. گاهی مشتری می آورد تا خونه رو ببینن. گاهی هم خودش دنبال خونه بود که بریم مستجری. این عجله‌اش باعث تعجبم شده بود. انگار که داشت همه چیز رو جمع جور می کرد که فرار کنه. هر بارم که می پرسیدم به هم دلگرمی الکی و واهی می داد. الکی نگرانی رویا، به هم اعتماد کن خانومم. اوایل که تلاششو می دیدم ذوق می کردم که قرار خانواده 2 نفرمون بزرگتر بشه. ولی خب امروز و فردا کردنش برای آزمایش من رو به خودش بدبین کرده بود. همین که از خونه زد بیرون منم سریع آماده شدم. رفتم سراغ آزمایشات خودم. نمیخواستم که سهیل و هیچ کس دیگه از این کارم بوی ببره. باید حداقل از خودم و سلامتی مطمئن می شدم تا از فکرایی که به شکام دامن می زد جلوگیری کنم. هم برای نتیجه و جواب آزمایشا استرس داشتم، هم می ترسیدم که از خانواده شوهرم کسی منو اینجاها ببینه. اما خب باید خیالم رو راحت می کردم. من نمیتونستم که صبر کنم تا خرید و فروش سعید تموم بشه، چون از شب قبل نوبت آنلاین گرفته بودم. زیاد داخل مطب معطل نشدم.
تا روی صندلی نشستم. دکتر با خوشرویی جویای احوالم شد. چی شده عزیزم؟ دستمو تو هم گره کردم. گفتم خانم دکتر، من همسرم مدتیه که برای بچه اقدام میکنیم، ولی بی نتیجه است. گفتم اومدم اینجا ببینم من مشکل باروری دارم یا نه. متوجه نگرانی و حال پریشونم شد. نگاه مهربونش به هم دوخت. گفت چند وقته که اقدام کردین؟ ماها رو تو ذهنم شمردم. گفتم نزدیک به 1 ساله. با تعجب به هم نگاه کرد. گفت خب چرا زودتر پیگیر نشدین؟ نگاهمو به میزش دوختم. گفتم چون هر بار که با شوهرم مطرح میکردم مخالفت میکرد. گفتم میگه حتما حکمتی تو کار خداست. خب الانمون خبر نداره که من اینجام. گفتم میخوام حداقل از خودم مطمئن باشم. بغضی نشست توی صدام. گفتم پشت سرم حرف زیاد میزنن. همه میگن که اجاق من کوره. میگن شوهرم به پای من سوخته. تحمل این حرف و حدیثا رو ندارم خانم دکتر. حرفامو که شنید شروع کرد به نوشتن. بعد برگر رو گرفت سمتم. گفت عزیزم امید تو اصلا از دست نده و واسه ی حرف مردم تر هم خورد نکن. برات آزمایش نوشتم. سونا هر وقت که جوابشون رو گرفتی دوباره بیا پیش خودم. ازش تشکر کردم که ادامه داد. از این قبیل افراد زیاد میان پیش من. خیلی هاشونم فقط تنبلی تخمدان دارن که خب اینم قابل درمانه عزیزم. علم پزشکی پیشرفت زیادی کرده و برای هر دردی درمانی هست. پس بعد به دلت راه نده، خودتو از زندگی ننداز. حرفاش برام تسکین دهنده بود. تو دلم گفتم کاش همه دکترها همینقدر مهربون و خوش برخورد بودن. وقتی که از مطب زدم بیرون بدون اینکه حتی ثانیه ای رو حرام کنم افتادم دنبال کارای آزمایشام. ولی همش قرار نبود که امروز انجام بشه. تاکسی گرفتم و راهی خونه شدم که گوشیم صدا کرد. سلام خانومم، تقریبا نیم ساعت دیگه مشتری میارم خونه رو ببینه. گفتم در جریان باشی. همیشه قبل از اومدن پیام میداد که حجابم رو رعایت کنم و اون لحظه مثل گیج ها دنبال لباس نگردم. تو خیابون اصلی از تاکسی پیاده شدم. اون چند قدم کوچه رو خواستم پیاده طی کنم که با مادر شوهرم روبرو شدم. منو که دید انگاری که به چشماش نور اومد. خدا رو شکر اومدی دخترم. چشمم نمیدید این همه راه رو بخوام برگردم. پاهم درد میکنه مادر. برعکس بقیه مادر شوهرها که فتنه به پا میکردن، مادر شوهر من برام مثل مادر بود. رفتیم خونه، مشغول پذیرایی ازش بودم که سعید همراه مشتری اومد. همه جای خونه رو نشون میداد. مادر شوهرم هم از تعجب خشک شده بود. لام تا کام هیچی نگفت تا مشتری رفت. گفت میخوای خونه رو بفروشین؟ من زودتر از سعید دهن باز کردم. گفتم که آره مادر، میخوایم اگه قسمت باشه. سعید پری تو حرفم و دست پاچه خواست منو ساکتم کنه. گفت آره مامان، میخوایم خونه رو بزرگتر کنیم مامان. لبخند زورکی نشوندم و رو لبم و ساکت شدم. ولی خب تمام ذهنم درگیر شد. چرا راستشو نگفت؟ سعیدی که جونشو واسه مادرش میداد، خب حالا اینو ازش پنهون میکرد. ولی خب چرا؟ نه چیزی پرسیدم نه چیزی از برنامه همون گفتم. منتظر بودم تا بره و بتونم این ابهامات رو رفع کنم. ولی خب اون اومده بود که زخم دلمو تازه کنه. سعید مشغول چای خوردن و رفتن با گوشیش بود که مامان سکوت فضا رو شکست. گفت چقدر خونتون ساکته. خواستم چیزی بگم که حرفش ادامه داد و گفت خونه باید داخلش صدای گریه و لبخند بچه باشه. یه فکری به حال ساکتی خونتون بکنید مادر. غم عالم هوری نشست تو دلم. زبانم لال شده بود. حتی توان نداشتم که تو صورتش نگاه کنم که گفت
خدا رو شکر دستتونم که به دهنتون میرسه. این افکار غربی رم بندازی دور که کلم خراب میشه و اله و بله. هیکل دوباره درست میشه. ولی سنتون که بالا بره بچه داری براتون سخت میشه. نگاه مهربونش رو توی چشمای ناراحتم دوخت. گفت قصد دخالت ندارم مادر. اینو یه نصیحت از من پیرزن بدون. با سرجور خودتون صلاح میدونید. همین که دید ما چیزی نمیگیم بلند شد و عزم رفتن کرد. گفت پسرم منو تا خونه میرسونی؟ تا اونای رفتن یه چشمم اشک شد و یه چشمم قرمزی. دلم میخواد زودتر فرداشه تا بقیه آزمایشا و سونا رو انجام بدم. اما خب دریغ از این که بدونم فردا و فرداها چی در انتظارمه. خسته بودم و بیقرار. انگار دلم از عالم و آدم گرفته بود. از این حرفای تکراری که میشنیدم خیلی خسته شده بودم. همش بچه بچه بچه. درسته که من خودم عاشق بچم. توی حسرت یه کوچولویی که مامان صدام کنه جون میدادم. اما این که اطرافیان دایه مهربون تر از مادر شده بودن و روحمو خراش میداد. تو همین فکر و خیالا بودم که صورتم خیس اشک شده بود. انگاری که این بغض منتظر بود که من اجازه بدم که بترکه. نگاهمو دادم به آسمون. دیگه آرزوهامو به زبان نیاوردم. فقط نگاه میکردم. حس میکردم که دیگه خدا هم از شنیدن حرفای تکراری من خسته شده. دیگه تمام دهام این بود خدایا فقط یه بچه ازت میخوام. ما دل و جون برای اون مادری میکنم و برای تو بندگی. اما انگار قرار نبود این آرزوی من برآورده بشه. با اینکه بغضم شکسته بود اما هنوزم گلوم درد میکرد. یک عکس 2 نفری عروسیمون رو نگاه میکردم. چقدر من این مرد رو دوستش داشتم. چقدر دوست داشتم که این عکس 3 نفره میشد. همینجوری به سعید زل زدم. تو دلم قرم صدقش میرفتم. چشمم خسته بود. از درد، از اشک، از حرف. و نفهمیدم که کی جلوی پنجره خوابم برده بود. با صدای باز شدن در از خواب پریدم. سعید برگشته بود. به هم نزدیک شد و دست کشید رو سرم و گفت بیدارت کردم چرا اینجا خوابیدی؟ بعد یه نگاه به چشمایی پف کرده و اشکای خشک شدم کرد و گفت باز که گریه کردی رویا. تو هم دیگه این بچه ها همش گریه میکنی. بابا به خاطر بچه داری روح و روانمونو به هم میزنی. یه لحظه هم آرامش نداریم. من اگه بچه نخوام کیو باید ببینم؟ حرفش مثل وسیله تیز و قلبم رفت. شاید چون چیزی رو نمیگفت که من نیاز به شنیدنش داشته باشم. همینجور رو به روش وایساده بودم. یه لبخند کجکی زد و گفت من خودتو میخوام دیوونه. بچه میخوام چی کار؟ چشماش هنوز به هم خیره بود. همون نگاه عمیق و پرشوری که سال پیش منو تا پای جون عاشقش کرده بود. اما حالا پشت اون نگاه دیواری مستحکم میدیدم. دلم میخواست فریاد بزنم. اگه منو میخوای پس چرا نمیذاری که دردمو تموم کنم؟ چرا میذاری هر شب با این سوال زجر بکشم که شاید مشکل دارم؟ اما صدام در نیامد. فقط اشک آروم و سوزان از گوشه چشمام پایین غلتید. ابروهاشو تو هم کشید. نزدیکتر اومد. اشکمو پاک کرد. گفت رویا گریه نکن. ببین چی میگم. من عاشقتم. همین که تو خوشحالی کنارم باشی برام از هر بچه‌ای توی دنیا با ارزش تره. دستشو پس دادم. گفتم این حرفا چیه پس دهید؟ یعنی آزمایش و دکتر نمیای؟ پف طولانی کشید. گفت میخوام اما نه به هر قیمتی. نه اگه قراره که آزمایش و دکتر تو رو به یه موجود مضطرب و بیمار تبدیل کنه. نه تو رو همینجوری که هستی میخوامت قشنگ و کامل. میخواستم بهش بگم امروز رفتم آزمایش و فردا هم بازم میرم. اما خب ترسیدم که اجازه نده آزمایش ها نیمه تمام بمونه. پس سکوت کردم. کلماتش زیبا بود عاشقانه ولی تو دلم چیزی غر میزد. این همه زیبایی داشت و واقعیت زشتش رو لاپوشونی میکرد. گفتم منم همونطوری که هستم کامل نیستم سعید. من یه زنی که میخواد مادر شه. گفتم این بخشی از وجودمه و تو داری این بخش از وجودم رو نادیده میگیری. با این تفره رفتن ها داری منو بیمار میکنی. صدام بلندتر شده بود.
تعجب کردم. انگار برای اولین بار بود که ترس و کنار می زدم. خشم واقعی را نشونش می دادم. سهیل قدم عقب رفت. نگاهش برای لحظه ای از مهربانی خالی شد. ولی سریع به حالت اولش برگشت. دوباره دستم محکم گرفت. گفت قول میدم بعد از این که کار فروش خونه تموم شد اولین کاری که میکنیم اینه که بریم پیش بهترین دکتر شهر. قول میدم رویا، قول مردونه. زل زدم توی چشماش. دنبال نشونه از دروغ بودم، اما فقط خستگی و التماس میدیدم. گفتم چرا الان نه؟ چرا فردا نه؟ گفت چون نفسشو حبس کرد. چون باید اول ذهنم از بابت مسائل مالی راحت بشه. گفت میخوام بدون استرس کامل کنار تو باشم. میخوام مطمئن باشم اگه به پول نیاز داشتیم کم نیاریم. میخوام بهترین درمان رو پیش بگیریم. اگه هم خدایی نکرده قسمت نشد بچه دار بشیم، میریم بچه رو از پرورشگاه میاریم و تمام. من میخوام برای همچین روزی یه ملکی آماده داشته باشم که به نام بچه سند کنم. منطقی به نظر میرسید، اما تو دلم یه چیزی جور در نمیومد. انگار تیکه از پازل گم شده بود. سکوت سنگینی بینمون افتاده بود. صدای تیک تاک ساعت دیواری مثل ضربان قلبه غریبه فضا رو پر کرده بود. دستم رو ول کرد و به سمت پنجره رفت. به حرفاش ادامه داد. گفت فردا بازم مشتری برای خونه میاد. اگه به توافق رسیدیم فروش تمام میشه. بعدش میتونیم برنامه ریزی کنیم. با شنیدن این حرف یک و تمام خشمم جای خودشو به یه حس پوچی عمیق داد. این خونه اولین خونه مشترکمون بود. هر دیوارش خاطره‌ای داشت. حالا داشت به کالایی برای چون زنی تبدیل می شد. گفت فردا اگه خریدار اوکی داد بریم دنبال کاری دفتریش. ممکنه که دیر بیام خونه، حواست باشه. از صبح که سهیل از خونه زد بیرون پشت سرش منم درگیره ما بقیه آزمایشات شدم. باید چند روز صبر می کردم تا جوابشون بیاد. چند روزی که از عمرم کم می کرد و میزش رو صبرم. نزدیک شب بود که خوشخوشان برگشت. تو چهرش خوشحالی بیداد می کرد. اما از چی؟ نمیدونم. منم دیگه حوصله فکر و خیال نداشتم. سعی کردم که با درست کردن شام خودمو مشغول کنم. اومد پیشم. بهم محبت کرد. گفت دعا کن رویا. دعا کن همه چیز همینطوری خوب پیش بره. منم خوش خیال دعا کردم. اما خب نه برای سید کاراش. برای خودم و خودش. برای دل خودم. گفت رویا من میرم بخوابم. شام نمیخوام عزیزم. گفتم اما سعید تنها بخورم. خستگی رو بهونه کرد و رفت. تو تنهایی شام خوردم که یهو یادم افتاد برگ اسانو رو میز عسلی گذاشتم. دست به چه رفتم تو اتاق، ولی خب سعید خواب بود. نفسم رو راحت دادم بیرون. زیر لب خدا رو شکر کردم. اما خب عجیب بود برام. سعیدی که خیلی ریزمن بود چطور برگه به اون بزرگی رو ندیده بود. به خیال این چیزا شدم و برگه رو داخل کمد قایم کردم. قرصمو از داخل کشو برداشتم. دونه آخرشو خوردم. قرصی که هم من و هم سعید فکر می کردیم شاید برای بچه دار شدن جواب بده. حالا اونم بی نتیجه بود. کنارش دراز بودم ولی خب خوابم نمی اومد. عجیب شب برام بلند شده بود. 1000 بار صفحه گوشی رو بالا پایین کردم ولی خب ساعت تکون نمی خورد. دلشوره عجیبی تو دلم رخنه کرده بود. دلم میخواست سرمو با چیزی گرم کنم ولی خب چی؟ چشمم به کیف مدارک سعید افتاد ولی خب اونم برام جذابیتی نداشت. 4 تا تیکه کاغذ بود دیگه. به جای کیف گوشیشو برداشتم. هیچ چیز مشکوکی داخلش نبود. به خاطر همینم انقدر بهش اعتماد داشتم. ولی اونجا هم هیچی جز اسم مامان و امیر املاکی و محسن خریدار نبود و بیشتر از همه مامان تکرار شده بود. نگاش کردم. پشتش به هم بود و نفساش آروم و عمیق شده بود. انگار که دنیا براش جای راحتی بود. انگار که هیچ ناراحتی توی قلبش نداشت. من اما پر از فکر و خیال. سقف نگاه کردم و سایه‌های تاریک شکل کابوسامو می گرفتن. فردا صبح باید از خونه بیرون می زدم. نقشه‌ای که توش تنها بودم. دلم طاقت نداشت.
میخواستم برم پیش دکتر تا حداقل برگه سونا رو بهش نشون بدم. صبح سعید با سوز و آواز صبحانش خورد. دلم میخواست داد بزنم. مگه نمیبینی که من دارم آب میشم؟ مگه نمیشنوی سکوت درونمو؟ مگه نمیفهمی تغییر روحیمو؟ اما اون فقط لباس میپوشید و برای یه روز پر از مذاکرهش خودشو آماده میکرد. صدای آوازش و هر نوت اون مثل سوزنی بود که به روحم فرو میومد. بعد از رفتنش آماده شدم. کیفمو برداشتم. من هم از خونه زدم بیرون. برگر گذاشتم رو میز. امیدوارم مظلوم زل زدم تو چشمای دکتر. نگاهی بهش انداختم. گفت لازم نبود که اینو برام بیاری. تهش نوشته که از نظر استونوگرافی کاملا سالمی. چیز مشکوکی هم نداری. همه چیز مشخصه. کاملا سالمی. گفت اگه بدنت از لحاظ توانایی باروری ضعیف باشه برات قرص می نویسم. فعلا باید صبوری کنی تا جواب آزمایشات دیگه‌تم بیاد. سرمو تکون دادم. گفتم نه، فکر نکنم بدنم ضعیف باشه. خب آخه قرص میخورم برای آمادگی. دکتر اروهاشو بالا انداخت. گفت چه قرصی؟ اگه با خودت همراه داری بده ببینمش. گفتم الان همراهم نیست، دیشب تموم شد. ولی موقع آوردن جواب بقیه آزمایشا قوطیشو براتون میارم. بازم همون حرفای دلگرم کننده و برام تکرار کرد و گفت احتمال میدم مشکل از شوهرت باشه. رازش کن تا اونم آزمایش بده. باشه گفتم. راه برگشت رو پیش گرفتم. تمام راه تا خونه تو ذهنم فکر میکردم به این که از سعید به خاطر بچه نمیگذرم و حتی حدس میزدم که خود سعید مشکل داشته باشه وگرنه چطور ممکن بود اینقدر درباره آزمایش تفره بره و مدام حرف سرپرستی بزنه. پس خودش میدونسته ولی نمیخواسته که پیش من شرمنده بشه. از این فکر ناراحت شدم ولی خب بازم مطمئن نبودم. فقط چند روز دیگه مونده بود تا واقعیت برام روشن بشه. گفته بود امروزم ممکنه که دیرتر برگرده. همین فکر تنها نقطه روشن امروزم بود. با خیال راحت کلیدو تو قفل چرخوندم و داخل رفتم و درست همونجا وسط حال سعید وایساده بود. هنوز کتشو در نیاورده بود. قلبم یه لحظه وایساد. بعد با شدت دیوانه‌وار به تپش افتاد. چند قدم جلو اومد. نگاهش از صورت من به کیف تو دستم لغزید. هوای خونه توی یه لحظه برام شبیه سردخونه شده بود. سرد و سنگین. جرأت نفس کشیدن نداشتم. اما گفتم حوصله‌ام سر رفته بود. رفتم پیاده روی. این دروغ با لهجه ترس آشکار از ذهنم پرید. یه دفعه کیفو از دستم چنگ زد. میخواستم نظرم و ازش پس بگیرم و فرار کنم. اما دهنم قفل. خودم خشک شده بودم. زیپ کیف با صدای تیز باز شد. دستش توی کیف رفت و مثل شکارچی مطمئن شکار رو بیرون کشید. همون دفترچه پزشکی، برگه نوبت آزمایش و نسخه پزشک. مدارک جرم همه رو روی میز پرت کرد. بی حرکت وایساده بودم. دنیا دور سرم میچرخید. نمیتونستم به چشماش نگاه کنم. عصبی بود. نگاهش رو از روی کاغذ کند به من دوخت. چشمش دیگه مثل دیروز و امروز صبح نبود. صداش وقتی که حرف زد برنده بود. گفت رفته بودی پیاده روی یا دنبال دکتر آزمایش؟ گفت اینقدر دنبال حقیقت و مطمئن شدنی رو یا تحمل فهمیدن و واقعیت رو داری اصلا؟ وای، همینجوری که وایساده بودیم و نگاهامون قفل هم بود. جنگ شروع شد. جنگ کلمات. سعید صورتش سرخ شده بود از عصبانیت. برگه های آزمایش مثل یه مشت مدرک تو دستش چسبیده بود و داد میزد. گفتم صبر کن رویا. مگه قرار نبود که با هم بریم؟ مگه بهت نگفتم من اول باید پول کارو ببینم بعدش با هم بریم؟ صداش میلرزید، نه از ناراحتی، از خشم. اما خب واقعا کار من نیاز به این همه خشم داشت؟ اشک تو چشمم دویده بود ولی خب صدام محکم بود. گفتم چی کار باید میکردم سعیدان؟ وقتی که تو هر بار بهونه میاری من تا کی باید نیش و کنایه مردم رو تحمل میکردم؟ اونم وقتی که انگشتشون سمت منه. تو که میبینی چه فشاری رومه. اصلا مگه چقدر پول میخواد؟ از کجا معلوم که کارمون با چند تا قرص ساده درست نشه؟ چرا باید همه چیزو بفروشی؟ اما سعید گوشش بدهکار نبود. مثل یه نوار قدیمی بازم حرف خودشو تکرار میکرد. گفت تو نمیفهمی رویا. نمیبینی من دارم تلاش میکنم یه وضعیت مالی مطمئن بسازم؟ بعدش هم بتونم با خیال راحت
به جنگ این مشکل بریم؟ بدون پول کافی استرس همه چیزو خراب میکنه رویا. حرفاش دیگه به دلم نمی نشست. فقط خستم میکرد. یه دوره دیگه همین بحثای تکراری. دیگه حوصله‌شو نداشتم. تونستم خسته و بیحال شده بود. گفتم نمیتونم درکت کنم. نمیدونم چی تو ذهن تو میگذره. نمیدونم که داری چی کار میکنی. نمیفهمم سعید. نمیفهمم. سکوت با سنگینی وزنش افتاده بود بینمون. یه لحظه فکر کردم سعید آروم شده. از حرف و کارش پشیمونه. اما نه، همون نگاه عصبی رو حفظ کرده بود. با آتیش تندتری. گفت یه بار دیگه ببینم بدون اجازه من رفتی دنبال این کارا. خودت میدونی رویا. سر جام خشکم زده بود. بدون اینکه یه کلمه دیگه بگه سویچ ماشینشو برداشت. در رو محکم پشت سرش کوبید و رفت. گفتم سعید. صداش کردم و جواب فقط صدای بسته شدن در بود. اون رفت و من تنها وسط اون خونه به هم ریخته وایساده بودم. پاهم توان نداشت. روی زمین کنار مبل ول شدم. حق حق گریه می کردم. دستمو بغل کرده بودم و به خودم می پیچیدمش. قبلا سعید مهرمون تر بود. چرا اینجوری شد؟ چرا حرف هیچ کدوممون به گوش یک دیگه نمیرسه؟ شروع کردم به فکر کردن. به رفتاری عجیب سعید چرا اینقدر به پول چسبیده؟ چرا اینقدر از رفتن پیش دکتر فرار میکنه؟ یه فکر کثیف و ناجور یهو مثل برق رفت تو ذهنم. شاید سرمو تکون دادم تا این فکر کثیف از مغزم بیرون برن. حتی نمیخواستم تو سرم این کرم شک وول بخوره. دوباره فکر این که مشکل است ساحل باشه افتاد به جونم. شاید این همه تلاش برای جمع کردن پول یه بهانه است. بهانه برای عقب انداختن روزی که ممکنه دکتر بگه مشکل از طرف اونه. شاید میترسه من وقتی که بفهمم مشکل از اونه بگه اونو به همون چشم قبل نبینم. شاید فکر میکنه که من فقط بچه میخوام و اگر که اون نتونه بهم بده دیگه به درد زندگی مشترک نمیخوره. با این فکر و خیالا دلم یه مرتبه براش سوخت. اونقدر سعید دوست داشتم که از هر جنبه به این موضوع نگاه میکردم تا بیگناهیش رو به خودم بقبولونم. بالاخره سعی کردم حقو بهش بدم. شاید از ترس بود یا شایدم از تنهایی. نه پدری نه مادری. فقط سعید برای ادامه زندگی برام مونده بود. از طرفی نمیخواستم به فکری بی خود دامن بزنم. گوشیمو برداشتم. صفحه قفل عکس من و سعید بود. با لبخند کنار هم. یا دلم براش تنگ شد. با اینکه داد زده بود، با اینکه رفته بود، دلم میخواست کنارش باشم. شماره‌شو گرفتم اما صدای بوق اشغال گوشیشو شنیدم. تصمیم گرفتم پیام بدم. انگشتم روی صفحه کلید میلرزیدن. سعید برگرد خونه. ببخشید که بدون گفتن بهت رفتم. استرس داشتم. برگرد خونه. میخوام باهات صحبت کنم. پیامو فرستادم و چشم دوختم به گوشی. منتظر شدم که 2 کلمه کنار پیامم بیاد. خونده شده. اما نه. دقیقه ها گذشت. باز زنگ زدم. بازم مشغول. این بار مکالمش بیشتر طول کشید. قلبم محکم میزد. نیم ساعت بود که مشغول بود. با کی میتونست این همه مدت حرف بزنه؟ املاکی یا مادرش؟ یا همون فکر ترسناک بی اختیار راهش رو تو ذهنم باز کرد. سرمو تکون دادم که از شرش خلاص شم. نه، سعید اون کارو نمیکنه. اما اون مشغول بودن طولانی مثل یه لکه جوهر روی پارچه سفید ذهنم داشت بزرگ و بزرگتر میشد. گوشی رو بغل گرفتم و سرمو روی زانوهام گذاشتم. تنها کاری که از دستم برمی اومد همین بود. منتظرش باشم. گوشی هنوز مشغول بود. همون جمله تکراری مشترک مورد نظر در حال مکالمه می باشد. نمیتونستم بشینم. اسفالت آشپزخونه رو 1000 بار قدم زدم. ناخنم و جویده بودم تا ته. مدام خودم رو میخوردم. کاش بی اجازه نرفته بودم. نصف شب بود که یهو صدای چرخش کلید اومد. دلم براش تنگ شده بود. رفتم استقبالش. ولی بی توجه به هم رفت توی اتاق. روی تخت ول شد. منم کنار در وایسادم و نگاهش کردم. به پشتش که به هم بود. نمیتونستم بفهمم تو ذهنش چیه و چیا میگذره. فردا صبح انگار نه انگار سعید بیدار شد و اخلاقش یک دست عوض شده بود. عذرخواهی کرد. نه به دیشب اونقدر سرد و عصبانی، نه به امروز انقدر نازک و عاشقونه.
اصلا نمیتونستم هیچ درکی ازش داشته باشم. یه روز خوب، روز بعد انقدر میخواست دعوا کنه زهر مار. انگار با دو نفر زندگی میکردم، یکی سرد و عصبی، یکی گرم و عاشق. چند روزی گذشت، چند روزی که کاری فروش خونه تمام شد. سعید همونطوری که گفته بود پولش گذاشت تو بانک که بتونه وام بزرگی رو بگیره. بعدش هم خونه جدید، دوباره خریدن همه چی و دکتر بازی. حالا دیگه خونه نداشتیم، یعنی هیچی نداشتیم، ولی خب موندیم، مستاجر خونه خودمون شدیم. من نگران بودم، اما خب سعید همیشه با یه آرامش جدید از اون وامی که قرار بود چند ماه دیگه بگیره حرف میزد. یه قطعه زمین هم تو حاشیه تهران داشتیم. با جون و دل 4 سال برش زحمت کشیده بودیم. از خیلی چیزا زده بودیم تا بتونیم همین خونه و اون زمین و ماشین رو بخریم. بعضی وقتا یه لباس قشنگ میدیدم، ولی به خاطر پسنداز برای آینده از خیرش میگذاشتم. حتی طلا هم داده بودم بهش تا از شر قسط و طلبکار خلاص بشه. حالا سعید اون زمین رو هم فروخته بود و من تازه اینو فهمیدم، اونم از زبان مادر شوهرم. آخه چی میتونستم بگم؟ حوصله جر و بحث نداشتم. این 1 سال آخر انگار که سهیل یه آدم جدید شده بود. یه تصمیماتی میگرفت که آدم انگشت به دهن میموند. همیشه به خودم میگفتم کاش بابا مامان زنده بودن. میتونستم که هر وقت دلم گرفت برم پیششون، اما خب سهم من ازشون فقط 2 سنگ سرد و بیروح تو دل قبرستان بود. امروز جواب آزمایش آماده میشد. من نمیتونستم از خیرشون بگذرم و نمیتونستم که با خیال راحت برم. ته دلم مدام دعا میکردم خدایا مشکل جدی نباشه تا نیاز نشه که برم سراغ راه های سخت. با ترس و لرز و دور از چشم سعید، با کلی حیله و ترفند رفتم جواب آزمایشا رو گرفتم. دکتر برگه ها رو که دید عینکش رو بالا زد، نگاه عجیبی بهم کرد. گفت مطمئنی که جلوگیری نداری؟ قبل از این که جوابشو بدم یادم افتاد که قوطی قرصا رو آوردم. سری از کیفم درش آوردم و گذاشتم رو میز. گفتم آره خانم دکتر، من حتی از اینا میخوردم که بدنم آماده بشه. قوطی رو تو دستش چرخوند. گفت اینو از کجا خریدی؟ گفتم شوهرم از دوستش که عطاری داره خریدتش. گفتم 1 ساله که هر شب میخورم. با تعجب نگام کرد. گفت هر شب اینو میخوری؟ از تعجبش ترسیدم که برگه ها رو گرفت طرفم. گفت من وقتی که سونوگرافی تو دیدم گفتم که هیچ مشکلی نداری. خب الانم جواب بقیه آزمایشاتم همین رو میگن. من تو آزمایش تو هیچ ایرادی نمیبینم. خب از نظر فیزیکی هم که هیچ مشکلی برای باردار شدن شما ندارین خانم. تو برای بارداری آماده ای و اینکه یه مدتی هیچ قرصی نخور. دنیا برای چند ثانیه جلوی چشمم قاطی کرد. یعنی چی؟ یعنی مشکل از من نبود. یه لحظه حس کردم که بالا رو وردم. بعد ناگهان سنگینی حرف بعدی دکتر همه اون سبکی رو شست و برد. گفت شوهرت باید بره آزمایش، اسپرم بده تا اینکه وضعیت رو کیفیتش بررسی بشه. یه سردی از نوک پا تا مغزم رفت. دکتر که نمیدونست من چطوری تونستم مخفیانه این آزمایش رو بدم. نمیدونست که به سادگی آب خوردن نبود که من بتونم سعید رو راضیش کنم. از مطب دکتر بیرون زدم. تو دستم برگه هایی رو گرفته بودم که حکم تیر خلاص داشت برام. از یه طرفم دلگرم کننده بود. من سالم بودم. خب از طرف دیگه حالا تمام نگاه ها و ترحم‌ها مستقیم میرفت سمت سعید. همون کسی که حاضر بود کل زندگیمونو بفروشه ولی از یه آزمایش ساده فرار میکرد. خب حالا باید با این بار تازه تنها تو خونه می نشستم. به این فکر میکردم که خب چطوری این طوفان تازه رو
من باید مدیریتش کنم. جوابی که گرفته بودم به جای آرامش یه طوفان بزرگتر تو دلم راه انداخته بود. 1 ماه از اون روزا میگذشت. حال شوهرم انگار هیچی نشده بود، ولی خب ته تهش یه چیز عوض شده بود. بیشتر تو فکر بود. بیشتر گوشیش مشغول بود و بعضی شبا هم با بهانه‌های کاری دیر می اومد خونه. منم توی خونه تنها با فکر و خیال، مخصوصاً بعد از اون جمله دکتر که گفته بود شوهرت باید بیاد. هر بار میخواستم موضوع رو پیش بکشم و یه جوری زمین میخورد. روزا میگذشت و خبر رسید مادر شوهرم زمین گیر شده. سرطان روده بالاخره از پادرش آورده بود. یا حالش بد شده. بردنش بیمارستان. ما هم مونده بودیم. یا عالم نگرانی. همه فکر و ذکرمون شده بود سلامتیش. یه روز صدا به زنگ زد. زن داداشش بود. گفت میتونی بیای خونه مامان کمک کنی؟ میخوایم تمیزش کنیم. وقتی که مرخص شد خونه مرتب باشه. قبول کردم و رفتم. مادر شوهرم بود. اما خب برای منم کم مادری نکرده بود. لطف و محبتشو با این کار کوچیک نمیتونستم جبران کنم. اما خب خبر نداشتم که دست تقدیر من رو رسونده بود به اینجا تا اینکه خیلی چیزها رو برام جبران کنه و پرده از واقعیت‌های پنهان برداره. چی میگفتم؟ خونه مادر شوهرم با اون بوی قدیمی و فرشای کهنه، هر کدوم از دختراش یه قسمت خونه رو گرفتن. سهم منم از کار شد اتاق تاریک و خفش. تو اتاق تنگ و کم نورش مشغول شده بودم. لباس ها رو تا می زدم. دوباره می چیدم. به تای کمد که رسیدم چشمم افتاد به پشت یه بغچه، به یه صندوقچه نه خیلی بزرگ چوبی با یه قفل قدیمی، از اونایی که آدم رو درگیر کنجکاوی زیادی می کرد. بی اختیار دستم رو بردم، کشیدمش بیرون. فکر می کردم که نهایتاً 4 تا سند و کاغذ داخلش باشه. اما خب نفس تو قلبم حبس شد. وقتی که درشو باز کردم برق طلا چشممو کور کرد. دستبندای ضخیم، گردنبند، انگشتری سنگین و بزرگ و چند تا ردیف سکه بهاره و پارسیان. سعی کردم که خودمو گول بزنم که بدلن، ولی خب سکه ها رو هیچ جوره نمیشد انکارش کرد. مادر سعید که وضعش اینطوری نبود. خونش رو به زور نگه داشته بود. واسه سرپناه و یه حقوق مستمری از شوهر خدا بیامرزش داشت که به زور کفافشو میداد. دستام شروع به لرزیدن کرد. یه عالم سوال هجوم آورده بود تو سرم. این همه طلا از کجا اومده؟ چرا قایمش کرده؟ با دقت لای طلاها رو گشتم. نه صندوقچه‌ای بود، نه پاکت کاغذی. با استرس زیاد بازش کردم. توش پر بود از فاکتورای طلا، اسم مغازه ها، اسم خریدارو که خوندم. قلبم حبس شد. یخ زده بودم. آقای سعید احمدی. تاریخ رو که نگاه کردم دلم بیشتر فشرده شد. مال همون روزایی بود که خونه رو فروخته بودیم. دقیقاً همون دورانی که اون مدام از بچه و بی پولی و ضرورت فروش خونه و زمین حرف میزد. آخرین فاکتور مال همون 2 هفته پیش بود. همون موقعی که من داشتم از تنهای آینده می ترسیدم. اون داشت طلای سنگین می خرید. اینجا قایم می کرد. صدای سودابه اومد که بلند بلند بقیه رو صدا می زد. دخترا بیایید چای بخورید. سری مثل برق گرفته ها فاکتورا تو جیب شلوارم و مچاله کردم. در صندوقچه رو بستم. حالش دادم سر جاش. قلبم چنان میزد که فکر کردم صداش از دیوارا رد میشه، به گوش همه میرسه. سودابه با یه سینی چای اومد داخل. به یه زن نداشت. خستگی در کن. یه نگاه به صورتم انداخت. گفت چی شده؟ رنگت پریده؟ گفتم هیچی بابا. یکم سرم گیج رفته. از بس که خم و راست شدم. آره.
دروغ راحتی بود برام. خب حداقل راحت تر از چیزی که دیدم. به دیوار تکیه زدم. تو دلم هی تکرار میکردم سعید دروغگو، تو این همه طلا داشتی، من از همه جا بی خبر. یه فکر خطری آروم آروم تو ذهنم جوونه میزد. تنها اینجان، کسی هم که خبر نداره. نه سعید میدونه من دیدمش، نه مادرش حالشو داره. اگه بردارمشون باید بدونم که این طلاها چه جریانی داشتن. به خودم گفتم اینا حق منه، پس اندازه عمر منه. اگر که اونو دزدیده و قایم کرده، اینجوری انگار که میخواستم خودم رو قانع کنم که طلاها رو بردارم. کاری که توی عمرم هیچ نکرده بودم. سودابه داشت از برنامه‌هاش برای مراقبت از مادر حرف میزد و میگفت پرستار بگیریم. ولی خب من نشسته بودم و به اون نقطه‌ای زل زده بودم که برقش درخشان داشت. وای، به اون صندوق چه فکر میکردم؟ به فرصتی که خدا خودش گذاشته بود دم دستم رو فرستادم تو جیبم. کاغذ فاکتور رو صدا داد. باید تصمیم میگرفتم که چی کار کنم. باید عقلم رو جمع میکردم. اعتماد کورکورانه به سعید دیگه بس بود. خب حداقل تا وقتی که تکلیف این طلاها مشخص بشه باید سنگرم رو ازش جدا میکردم. دستم از تو جیبم در آوردم. کاغذ فاکتورا حالا مثل آتیش تو دستم میسوخت. سودابه هنوز داشت از درد و دلای مادرش حرف میزد. ولی من یک کلمه هم نمیشنیدم. تمام وجودم متمرکز بود روی این صندوقچه چوبی، اون کنج پنهان. سعید با هر ترفندی که داشت کل زندگیمو به بازی گرفته بود. باید میفهمیدم این همه طلا، اونم به اسم سعید، چه جریانی داشت. منتظر بودم که سودابه از اتاق بره بیرون. با بلند شدنش منم گفتم سودابه جون. صدام یکم لرزید ولی محکم بود. گفتم یکم حالم بد شده، میرم تو حیاط یه هوایی عوض کنم. با یه لبخند مصنوعی از اتاق بیرون زدم. یه کوچولو تو حیاط موندم و بعد یواشکی کیفمو از تو حال برداشتم. با خودم بردم تو اتاق. لحظه درنگ نکردم. با استرس و لرز گوش دادم. صدای آب و ظرف از توی آشپزخونه می اومد. دخترها همچنان مشغول بودن. مثل یه دزد واقعی کنار صندوقچه نشستم. درش رو آروم باز کردم. برق طلاها دوباره چشممو زد. بدون اینکه حتی یه ثانیه رو حرام کنم شروع کردم به ریختنشون توی کیفم. دستبند، سکه، گردنبند، همه رو. از اتاق بیرون اومدم. با صورتی بی حال به آشپزخونه را افتادم. گفتم ببخشید، من یکم حالم خوش نیست. واقعا باید برم خونه استراحت کنم. کارای اتاق مادر جون رو هم انجام دادم. اونا هم با تشکر و ابراز نگرانی خداحافظی کردن. کل راه برگشت کیف رو مثل بچه‌م بغل کرده بودم. نه از ترس دزد، از ترس اینکه مبادا این تنها برگ برندم یهو از دستش بدم. به خونه که رسیدم توی یه کیف بزرگ گذاشتم، اونا رو زیر تخت خواب قایم کردم. نفس راحتی کشیدم. قدم اول رو برداشته بودم. شب سعید اومد خونه، آروم بود. حتی یه شاخه گل برام آورده بود. گفت این واسه مهربونیت به خانواده‌ام. اون گل حالا به نظرم مثل تمسخر می اومد. وقتی سعید رفت حمام یه فکر به ذهنم اومد. گوشش رو میز آشپزخانه گذاشته بود. همیشه رمز داشت ولی بلد بودم. قلبم شروع کرد به تپیدن. دلم میخواد چیزی داخلش نباشه، اما گوشی رو برداشتم. انگشتم میلرزید. رمزو زدم، باز شد. اولین چیزی که توی گالری دنبالش گشتم عکس طلاها و فاکتور نبود. دنبال یه چیز دیگه بودم. شاید دنبال دلیل اون طلاها، دنبال اثبات اون حسی که توی وجودم لهش میکردم. داخل گالری هیچی نبود، ولی اون پوشه، اون گالری پنهان، همه چیزو لو داد. وای، اونجا چند تا عکس بود. از میز کافه، 2 فنجون قهوه و سعید با همون لبخند راحت و صمیمی
که قدیم ها به ما میداد. دستش از روی میز دراز کرده بود. دسته یه زن رو گرفته بود. زن صورتش کامل توی کادر نبود. فقط دستش و حلقه طلای توی انگشتش. همون کافی بود تا بفهمم ساحل داشت چی کار میکرد. عکس بعدی سعید توی یه پارک پشت به دوربین دست در دست همون زن راه میرفتن. زن سرشو تکیه زده بود به شونه سعید. این که کی عکس‌ها رو ازشون گرفته بود برام جالب بود. سعید عادت داشت هر وقت که عکس 2 نفری میگرفتیم به یه رهگذر میگفت از زمان عکس بندازه. حتما اون عکس‌ها رو هم داده بود براشون بگیرن. نتونستم تحمل کنم. دستم میلرزید. اشک چشمامو خیس کرده بود. گوشیمو سر جاش گذاشتم. دیگه شکی نمونده بود. دورق بازار کالا جلوی چشمم بود. سعید از حمام اومده بود بیرون. با موهای خیس و لبخند گفت چیزی شده؟ چشمات چرا قرمزه؟ نگاش کردم به همون چشمایی که سالها عاشقش بودم، ولی حالا پشتش فقط دروغ رو میدیدم. گفتم هیچی بابا، یکم گرد و خاکی خونه مادر اذیتم کرده. یه لبخند کوتاه زدم. رفتم طرف آشپزخانه. به خودم گفتم من دیگه اون رویای سابق نیستم. سعید تو یه جنگو شروع کردی که نمیتونی برندش بشی. تمام شب بیدار موندم. نه از غم، از برنامه ریزی. باید مدارک بیشتری رو جمع میکردم. باید قوی میشدم. وقتش بود که سهیل رو تو بازی خودش شکست میدادم. تله ها تو کیف زیر تخت خوابم بود. سنگین تر از اون بودن که فکرشو میکردم. سنگینی دروغ، سنگینی بیوفایی. گاهی یه نگاهی بهشون مینداختم. نه از روی طمع، برای اینکه یادم نره با چی دارم میجنگم. سعید عین سگ وفادار رفتار میکرد. محبت‌های بی خود و بی معنیش برام شبیه یه فیلم تکراری شده بود. خدافزی‌هاش با بوس و بغل همراه بود. شب میپرسید چطوری عشقم؟ و روزا هم میگفت داریم به رویاهامون نزدیک میشیم. بازیگریش فوق‌العاده بود، ولی دیگه من تماشاچی حساب دلخ نبودم. من داشتم فیلمشو تماشا میکردم و هدفمو پررنگ‌تر میکردم. ناراحت بودم، آره، اما تهش نمیخواستم ببازم. نه به سعید، به این بازی کثیفی که راه انداخته بود. به اون زن من نباید بازنده این بازی میشدم. نمیذارم پشت سرم بریشه نداشتم بخندن. برای همین تصمیم گرفتم مدرک جمع کنم. مدرک محکم. مدرکی که تمام حس و عشق قبلی ما بیشتر به نفرت تبدیل کنه. یه روز ساحل صبح زود با یه ذوق الکی و عاشقانه از خونه زد بیرون. قبلش قیافه نگرانمو که دید اضافه کرد دلتنگیاتو میدونم. قول میدم که زود برگردم. آهنگ دروغشو از ماه پیش حفظ کرده بودم. فقط گفتم مراقب خودت باش. باید جوری رفتار میکردم که فکر کنه همون رویای همیشگیم. خب حتما ته دلش بهم میخندید و این بیشتر کفری میکرد. بلافاصله بعد از رفتنش منم در قفل کردم. زدم بیرون. یه تاکسی گرفتم و گفتم آقا لطفاً برو دنبال اون تاکسی جلویی. راننده نگاه عجیبی کرد بهم. هرچی کرایش باشه میدم. فقط حرکت کنید لطفاً. راه افتاد. پلک نمیزدم تا مبادا ماشینی که سعید داخلشه از دیدم در بره. قلبم محکم میکوبید. گفتم فاصله رو حفظ کنید فقط. جلوی یک کافه شیک کنار پیاده رو وایساد. از تاکسی پیاده شدم و قایم شدم پشت یه ماشین مدل بالا که گرون بود. همون موقع یه زن با هیجان دوید سمتش. مانتوی کرم رنگش از دورم معلوم بود که گرونه. کیف لاکچری، موهای مدلی که سعید همیشه میگفت قشنگه. چشمای سعید از خوشحالی برق میزد. یه نگاه سرشار از عشق. نمیدونم چی باید بگم. فقط میدونم که فرق داشت با همه چی. سعید خیلی بی‌انصاف و بد شده بود. ازش بدم میومد. هیچ وقت منو اینجوری نگاه نمیکرد سعید. چیزی که سالها به من نرسونده بود. از گوشه چشمم یه قطره اشک با سماجت چکید پایین. ولی با حرص پاکش کردم. سعید دستشو گذاشت دور اون خان. محکم و مالکانه. به خودم فشار آوردم. گوشیم از تو کیفم در آوردم. دوربینشو روشن کردم. مثل یه آدم روانی شروع کردم به عکس گرفتن. یکی وقتی که دستشو دور شلقه زده بود، یکی هم وقتی که خم شد و تو گوشش یه چیزی گفت و اون زن خندید. عکس کمی تار بودن به خاطر دست لرزون من و قلبم داشت آتیش میگرفت. آتیش خشم، نفرت و حسرت. میخواستم برم جلو هلش بدم به در شیشه یه کافه، موهاشو بگیرم و سرشو
فریاد بزنم، دروغگو، دزد، ولی خب پاهم تو جای خودشون میخکوب شده بود. خب چی کار میتونستم بکنم؟ برم اونجا خودم مسخره کنم؟ اون وقت سعید با اون زبون چربش همه چی رو تکذیب میکرد. میگفتی آشناس، کار داریم و من میموندم و حرف مردم نه. من باید قوی تر از این حرفا میشدم. اشکام این بار ریخت ولی پاک نکردم. بذار بیاد، بذار این اشک سوخت موتور تلافیم باشه. حیف خدا، عکسارو که گرفتم مثل یه شبح از اونجا دور شدم. پشت سرمو نگاه نکردم. دیگه لازمم نبود. اون صحنه ها به اندازه کافی تو ذهنم حک شده بودن. همان شب سعید با کلی انرژی خاص اومد خونه. خب حتی یه جعبه شیرینی هم برام آورده بود. گفت اینم از شیرینی هایی که دوست داری. براش چای ریختم. باید همه چیز عادی پیش میرفت تا بتونم که به هدفم برسم. روبروش نشستم. چای رو شیرینی رو خوردم. تلخ ترین شیرینی عمرم شد. ولی خب با خودم عهد بسته بودم تا وقتی که نقشم کامل نشده، نقش یه زن ساده و فریب خورده و احمق و بازی میکنم. آره، بذار فکر کنه برنده است. ولی خب آخرین نفری که بهش میخنده منم. دیگه طاقتم تموم شده بود. خونه خلوت مثل قفس میموند. سعید باز رفته بود بیرون. گفت یه سر میره پیش مادرش بیمارستان و بعد میره سر کار. ولی خب من که خوب میدونستم میره پی کاری خودش. معلوم نبود که دلش برای مادرش میسوخت یا نه. منم دیگه دل به حال مادر شوهرم نمیسوزوندم. همه چیز از چشمم افتاده بود. چرا طلاها رو به دور از چشم من قایم میکرد و نقش یه مادر مهربون رو برام ایفا میکرد. سعید هم شبیه مادرش یه مظلوم نمای سیاست مدار بود. یهو بلند شدم. نمیدونستم که چرا، ولی خب دلم نمیخواست که برم بیمارستان. شاید از بس توی تنهایی حالم بد شده بود. شاید میخواستم زنی رو ببینم که از کارای پسرش با خبر بود. منو داشت قربانی خوشی بچهش میکرد. تو بیمارستان انگار که گیج بودم. سالن رو رد کردم که برم سمت اتاق. همین که از پیچ راه رو گذاشتم یهو با دیدنش سر جام وایسادم. سعید بود. تو راه روی جلوی اتاق مادرش قدم میزد. گوشیشو چسبونده بود به خودش. به گوششو با یه لحن نرم و محبت آمیزی داشت حرف میزد. اونقدر غرق صحبت بود که دنیا رو نمیدید. پرستارا هم که تو شلوغی بیمارستان کار خودشونو میکردن. یکو قفل شدم سر جام. دلم نیومد که جلوتر برم. مثل یه آدم جاسوس یه قدم به عقب رفتم. قایم شدم پشت دیوار. فاصلم زیاد نبود. نفس رو توی سینم حبس کرده بودم. میتونستم واضح صداشو بشنوم. صداش انگار که عسل بود. قربونت برم ترانه، خودت که شرایطو خوب میدونی. من همین الان بیمارستانم. بذار ببینم حال مامان چطور میشه. اسمش ترانه بود. حالا دیگه اسمشم میدونستم. بعدش حرفایی زد که گوشم باور نمیکرد. گفت همه چیز آماده است. همه پولا رو طلا کردم. خدا رو شکر قیمت طلاها هی داره میره بالاتر. کلی سود کردیم. دستام شروع کردن به لرزیدن. وای، پس اون طلاهایی که از زندگی من دزدیده بود دیگه مال من نبود، بلکه واسه اون زن بوده، واسه آینده شون. گفت یه کم دیگه تحمل کن عزیزم، رویا رو طلاق میدم. تو هم که هنوز چند ماه از طلاقت نگذشته. تا زمان عده تو تموم بشه منم از دست اون زن خلاص و راحت میشم. حالا دیگه قضیه کامل شده بود. ترانه هم طلاق گرفته بود. منتظر سعید بود. گفت ببین قدم به قدم داریم میریم جلو. گفت میبینی که نه خونه به اسممه، نه زمین، نه هیچ چیز دیگه. اصلا قربونت برم، هم خونه میخرم، هم زمین میخرم، همه چیز برات میخرم به اسم خودت. یه سرما از نوک پا تا مغزم رفت. این یعنی میخواست که خودشو سبک کنه. سبک که بشه راحت‌تر میتونه
پروازش رو انجام بده سمت ترانه جونش. گفت بذار کاری طلاق شروع کنم، رویا رو طلاق بدم، راحت بشم. ببین وقتی که هیچی به اسمم نباشه مهریه قسمندی میشه. خب اصلا شاید رازیش کردم که با چند تا سکه رفت به زندگیش. داشتم بالا می آوردم، منو با چند تا سکه میخواست بفرسته پی زندگی. اون همه سال، اون همه رنج، اون همه سختی و آرزو قیمتش شده بود چند تا سکه. گفت میدونم عزیزم، میدونم ترانم، 2 ساله که من و تو با همیم، ولی یه عمره که تو عشق منی، عشق بچگی منی، آرزوی هر شبم تویی ترانه من. این قایم مشک بازی ها برای منم خیلی سخته، اما خب دیگه تو هم مقصری. تو الان که نتونستی طلاقتو بگیری، دیدی که تا تو طلاقت اوکی شد من دست به کار شدم. اینا برای اثباتم عشقم بهت بس نیست. پس 2 سال این ارتباط رو دارن، ولی عشق بچگی بودن. من وسط کی بودم پس؟ نقش من چی بود اینجا؟ و بعدش اون حرف زد که زهرش عصب تلختر بود، حرفی که دنیای من را برای همیشه عوض کرده بود. گفت من دوست دارم ترانه، ازدواج من با رویا اجباری بود. من همیشه دلم پیش تو گیر بوده، دیگه هیچی از من باقی نمونده. و روحم مستقیم رفت تو سردخونه، منتظر بود که تا دفنش کنن. هوایی برای نفس کشیدن نبود. تمام سالهای عشق من، زندگی مشترکم، فداکاری هم تو دهن اون تبدیل شده بود به یه اجبار، به چیزی که مجبورش کرده بودن. خب حالا دیگه اشکم در نیومد. از خشم و نفرت بیدار شدم. سعید همینجور حرف میزد، من گوش میدادم، انگار که بهترین جملات دنیا رو میشنیدم. کلماتی که آخرین تیکه های احترامم براشو خورد و خاک شیرش کرد. شنیدم که مکالمه‌اش تمام شد. گوشی رو قطع کرد، یه نفس راحت کشید و بعد با همون صورت بیخبر در اتاق مادرش رو باز کرد. رفت داخل. منم مثل یه آدم خواب پشت دیوار وایساده بودم. پاهم توی کفشم قفل شده بود. آروم و بی هدف از بیمارستان بیرون زدم. آفتاب ظهر چشممو میزد، ولی خب من سردم بود. ته دلم یه چیزی داشت شکل میگرفت، یه چیزی محکم و براق مثل فولاد. دیگه قرار نبود که قربانی بشم، قرار نبود که با چند تا سکه برم پی زندگیم، قرار نبود که بذارم بی‌وفایی و دروغ پیروز میدان باشه. من با احساسم خالصانه وارد زندگی اون آدم شده بودم، ولی خب اونم با دوز و کلک فقط سرم و شیر مالیده بود. تهشم اسمشو گذاشته بود اجبار. با حرفایی که ازش شنیدم وقتش بود که پایان نقشم و جور دیگه‌ای بنویسم. حالا دیگه میدونستم که چی کار باید بکنم. بازی برای من تازه داشت شروع می شد و خب این بار من قوانین رو تعیین می کردم، نه اونا. مادر شوهرم، اون زنی که تظاهر می کرد که مادرمه، رفت زیر خاک سرد و خیس. دل منم همونجا دفن شده بود. خب اصلا نفهمیدم اون چند روز چطوری گذشت، چطوری خبر فوتش رسید. مثل یه آدمی بودم که همه چیزو از پشت یه شیشه کدر میبینه، اما خب یه چیزو واضح میدیدم. ترانه اومده بود خاک سپاری. فکر میکرد که تو اون شلوغی ها هیچ کس اونو نمیشناسه. سعیدم خبر نداشت که من همه چیزو میدونم. حالم از دیدنش به هم میخورد. حسابی به خودش رسیده بود، با یه مانتوی تیره رنگ و موهای لخت و رنگ شده و چشمایی که زیر یه عینک آفتابی بزرگ قایم کرده بود. ولی خب من میتونستم ببینم که تمام حواسش مثل یه آهنربا چسبیده بود به سعید و سعید تو روز خاک سپاری مادرش داشت که با چشماش تناره رو قورت میداد. 4 تا دونه اشکم میریخت.
اما خب نمیدونم که واسه ظاهرسازی بود یا واقعا غم داشت. نگاهش پر بود از یه علاقه بیتابانه. انگار نه انگار که الان مادرشو خاک کرده باشن. انگار قرار بود که با دیدن اون زن تازه زنده بشه. اگه مثل یه مرد میومد جلومون میگفت که رویا عاشق یک دیگم، میخوام طلاقت بدم، خب شاید، فقط شاید قلب شکستم راحت‌تر کنار میومد با این قضیه. شاید با غم، ولی حداقل با شرافت میرفتم. اما خب این نقشه های کثیف، فروختن دار و ندارمون، طلا خریدن و قایم کردن، اینا رو نمیتونستم ببخشم. من توی این دنیا بی کس و تنها بودم. پدر و مادری نداشتم. داداشم هم سر زندگی خودش بود. تمام دار و ندارم همون سعید بود و بس. همون کسی که الان داشت با نگاه به زن دیگه ای میگفت دلتنگتم. من چه روزایی رو میگذروندم، چه شبایی رو با این فکر که شاید مشکل از منه گریه کردم. چقدر سعی کردم که زندگیمون رو حفظ کنم و اون تو چه فکرایی بود؟ تو فکر این که چطور پولامونو خرج اون زن کنه. حالم از کاراش از این همه ریا و از اون زن به هم میخورد. خدا میدونه چه خاطره های قشنگی باهاش ساخته. خب حتما جای من نشسته تو ماشین. خب شایدم تو همون رستورانی که قرار بود برای سالگردمون بریم با شام خورده بود. همه این فکر و خیالات مثل مار تو سرم میپیچید. جونمو میگرفت. چند روز درگیر مراسم ختم شده بودیم. هرچی که دور و ور سعید میچرخیدم میدیدم که گوشیش تو دستشه. یه وقتایی زل میزد به صفحه. دیگه خوب میدونستم چه خبره. دیگه قلبم تیر نمیکشید. فقط و فقط یه توده سیاه از انزجار توی قلبم جمع میشد. بعد از خاک سپاری رفتیم خونه‌ای که مادرش مونده بود. سعید یهو گفت میرم تو اتاق مادر. لطفاً بذار یکم تنها باشم. مدت زیادی گذشت. صدای وول خوردن و کش و باز کردن می اومد. آروم رفتم دم در. یه ذره در هل دادم تا ببینمش. قفلی در خراب بود. هیچ وقت چفت نمی شد. همه جا رو داشت زیر و رو می کرد. توی کمد گشت. زیر تخت نگاه کرد. صورتش از اضطراب برافروخته شده بود. یه لحظه نگاهش به در افتاد. منو دید و جا خورد. مثل بچه‌ای که وسط دزدی گیر افتاده بود. گفتم وا دنبال چی میگردی سعید؟ صدام سرد و بی احساس بود. دست پاچه شد و گفت هیچی بابا، دلم برای مامان تنگ شده. دارم وسایلشو بو میکنم. بوی خوششو میده. دروغش خیلی مسخره بود. با یه لحنی گفتم واقعا مطمئنی که دلتنگ مادرتی؟ اصلا بهت نمیاد زیاد از رفتنش ناراحت باشی که؟ چهرش یه دفعه تغییر کرد. از دست پاچگی به ترس و بعد هم به یه عصبانیت پنهان رسید. گفت چرا هر کاری من میکنم زیر نظر میگیری منو؟ هیچی نگفتم. برگشتم سمت آشپزخانه. میدونستم که دنبال چی میگشت. دنبال همون طلاهایی که من برداشته بودم. توی یه جای امن پنهانش کرده بودم. تو تاریکی اتاق گوشیمو در آوردم. به عکسایی که از سعید و ترانه انداخته بودم نگاه کردم. چند روزی گذشته بود. مراسم تمام شده بود. خب حالا نوبت محاکمه بود. و من قاضی این دادگاه بودم. دیگه با سعید حرف نمی زدم. نه اینکه نتونم، نه، دلم نمیخواست. سکوت سنگینی توی خونه حکم کرده بود. من فقط و فقط گاهی موقع شام یا وقتی که داشت از جلوم رد می شد یه چیزی می گفتم. مثلا همین جوری به هوا نگاه می کردم و می گفتم انگار مامان بزرگ می خواست نوشو ببینه. حیف شد آخه. یا فکر کنم اگه یه کوچولو اونجا بود این روزا راحت تر برامون می گذشت. هر بار این حرفا رو می زدم سعید یه تکونی می خورد. انگار که مورچه رو پوستش راه می رفت. ولی خب اصلاً به هم نگاه نمی کرد. جوابم هم نمی داد. حواسش یه جای دیگه بود.
اصلا انگار نه انگار که روحش کنده شده بود از بدنش. میدونستم که چی ذهنشو مشغول کرده. همون طلاهایی که انگار زمین اونا رو بلعیده باشه. یه روز رفته بودیم خونه مادرش که بقیه وسایل رو تقسیم کنیم. سعید فکر کرد که من تو اتاق دیگه مشغول بسته بندیم. دیدم چطور سودابه رو به یه کناری کشید. صداشو پایین آورده بود. ولی خب من از پشت پرده راه رو شنیدم. گفت سودابه، یه خواهشی ازت دارم. یه امانتی های پیش مادر داشتم. تو ندیدی؟ خودش میگفت تو اتاقش نگه میداره. ولی خب من هرچی که گشتم چیزی پیدا نمی کنم. سودابه با تعجب گفت وا چی پیشش داشتی؟ سعید مکسی کرد. میدونستم که تو دلش چی میگذره. باید بین ریسک لو رفتن رازش و احتمال پیدا کردن گنجش یکی رو انتخاب میکرد. گفت بیشش یه صندوق طلا داشتم سودابه برای روز مبادا. خب الان واقعا بهش نیاز دارم. گفت وا این همه طلا؟ صدای سودابه از تعجب بالا رفت. گفت سعید این همه طلا رو از کجا آوردی؟ خب تو که وضعت این طوریا نبود. سعید شروع کرد به لاف زدن، دروغ بافتن. گفت از یه معامله مهم نیست. تو قول بده اگه دیدیش یا خبری داری به هم بگی. قسم میخوری؟ سودابه کلی قسم خورد که چشمش به هیچ طلایی نخورده. سعید که داشت دستش میلرزید، صورتش سفید شده بود. اون روز به جای عزاداری برای مادر، عزادار طلاهای گم شده خودش بود. چند روز بعد طبق وصیت مادر سند خونه بین 4 بچه تقسیم شد. هر کدوم یه سهم سعید به اسم خودش شد. خب ای کاش میشد کاری کرد که اون سهم به اسم من بیاد یا اصلاً محو بشه. دلم میخواست سعید به خاک سیاه بنشینه، محتاج بشه، همونطور که من محتاج و تنها شده بودم. توی خونه خودمون اوضاع عجیب و غریبی حکم فرما بود. ساحل مثل یه آدم دیوانه بود. مدام گوشیش زنگ میخورد. وقتی که میرفت تو اتاق یا تراس میدونستم که با ترانه حرف میزنه. اما خب برای من این چیزا مهم نبود دیگه سعید برای من مرده بود. تمام همه چیز آماده کرده بودم. مثل یه فرماندهی که نقشه نبرد رو کشیده باشه. طلاها رو گذاشتم توی بانک. هیچ جا معتبر و مطمئن تر از اونجا نبود برام. بعدشم درخواست طلاق دادم. برگه ها رو که گرفتم مستقیم رفتم خونه. رو کاناپه لم داده بود. بدون مقدمه برگه ها رو پرت کردم رو میز رو به روش. گفتم میخوام طلاق بگیرم. چهرش در هم رفت. نقشه متعجب و بازی کرد و گفت وا چرا؟ مگه چی شده؟ دیگه طاقتم تمام شده بود. مثل آتش فشان فریاد زدم. چرا؟ دلیلش خودت بهتر میدونی سعید. خودتو معشوقه بی‌عفتت ترانه. هی با خودم فکر میکردم اون خانم شیکوپیکیه که توی اعضای مادر چشم ازش بر نمیداشتی. انکارش نکن سعید. پیاماتونو دیدم. دیگه منو احمق فرض نکن. فقط و فقط طلاقمو بده بس. صورتش سفید شده بود. مثل کسی که روحشو دزدیده باشن. من یه بمب ساعتی بودم که حالا داشت از بین میرفت. گفتم ترسیدی نه؟ نه ترس آقا سعید. مگه همینو نمیخواستی تو؟ من دیگه اون رویای ضعیف نیستم سعید. خدا رو 1000 بار شکر میکنم که از توی نمک نشناس هیچ بچه‌ای ندارم. اینم از حکمت خدا بود. نفس عمیقی کشیدم. با آرامش مرگباری ادامه دادم. همه بی‌وفایی‌هات و همه کارات و همه قرص گیاهی دروغی که بهم میدادی تا این اتفاق نیفته. همه چیزو. اینم بگم اصلا ناراحت نیستم. برعکس خوشحالم هستم که آخرش تو رو شناختم. میتونم با خیال راحت برم. هرچند که قلبمو زیر پات له کردی. سعید فقط میتونست زل بزنه بهم. پوزخندی زدم و گفتم
چیه؟ تعجب کردی نه؟ من تو رو دوست دارم سعید، ولی خب ترجیح میدم فکر کنم که برا مردی. طلاقم بده، برو سعید. گفتم تو عمر منو بی خود تلف کردی. فقط نمیخوام بیشتر از این شخص سوم زندگی تو و مشوقت باشم. سعی کرد خودشو جمع جور کنه. با صدایی که میلرزید گفت طلاق میخوای؟ اشکام گله گله میریخت و سرمو تکون دادم. گفت باشه، به یه شرط، مهریتو حلال کن. لبخند کجی از روی ترس زدم. گفتم داری از تنهاییم استفاده میکنی؟ اشکامو پاک کردم. گفتم تو که فکر همه جاشو کردی؟ خب لابد بچه هم دروغ بوده. همه رو فروختی که مهریه ندی. آره؟ گفتم یعنی واقعا منو نمیخواستی سعید؟ دهن باز کرد چیزی بگه، ولی خب نذاشتم. رعشه افتاده بود به وجودم و مثل بید میلرزیدم. گفتم باشه، میبخشم، ولی خب حداقل یکم از مهریمو بده تا بتونم یه اتاقی، یه سرپناهی برای خودم اجاره کنم. حداقل همون ارثی که از پدر مادرم بهم رسید و بهم برگردون سعید. زل زد تو چشمام. گفت پس طلا ها رو تو برداشتی؟ یکی خوردم، ولی خب خودمو نباختم. مثل احمق و گیج یه ذره ابروهامو تو هم کشیدم و گفتم کدوم طلا؟ اومد سمتم. گفت خودتا نزن به اون راه. میدونم که همه رو تو برداشتی. کجا قایمشون کردی؟ یه قدم رفتم جلو. گفتم از کدوم طلا حرف میزنی سعیدان؟ طلا داری و میخوای منو بدون مهریه طلاق بدی؟ گفتم طلا داری، ارث و طلاهای منم بالا کشیدی. طلا داری و حالا میخوای حقمو بالا بکشی؟ دستمو به شونش زدم. گفتم حالا که اینجوریه آقا سعید، تمام مهریمو میذارم اجرا تا قرون آخرشو ازت میگیرم. وای، گفت برو بذار اجرا، مگه چیزی هم مونده که بخوام مهریتو بدم؟ بعدشم بلند بلند خندید. در جوابش منم خندیدم. گفتم مثل این که اصلا نمیدونه که قانون چیه نه؟ گفتم هنوز یکی 2 ماهه که همه رو فروختی. اگر که خود مالو نداری پولشو که داری. فقط یه استعلام کافیه آقا سعید. همه حساباتو میبندم. یه کاری میکنم رو کارتون بخوابی. لبخند تمسخرآمیزی زد. گفت تو اون طلاها رو برام بیار، نصفشو به جای مهریه بهت میدم تا زودتر گورتو گم کنی. کلافه شدم از تکرار حرفش. گفتم کدوم طلاها؟ هی طلا طلا نکن واسه من اگه ازت یه قرون دستم بود میرفتم پشت سرمم نگاه نمی کردم. نمیموندم تو این زندگی کذایی و شاهد کارای تو و دوست دخترت نمی شدم. صدامو آوردم پایین. گفتم الانم که میخوام برم چون تحملم سر اومده. تحمل حرفای پشت سرمو ندارم. بغض نشسته بود تو صدام. گفتم کم گفتن نازم، حالا میگن که تو به خاطر نازایی ولم کردی. من نمیتونم تحمل کنم. این وسط من فقط دارم آب میشم. سعید توی یه حرکت غافلگیرانه گوشیمو برداشت. شروع کرد به چک کردن. بیشتر از همه تو پیامکام میگشت. ولی خب نمیدونم که دنبال چی بود. گوشیمو از دستش قاپیدم. گفتم دنبال چی میگردی تو گوشیم؟ نگاه خیرش رو دوخت توی چشمام. گفت موجودی حسابت. نفسم و صدا دار دادم بیرون. گفتم خودت که دیدی کلانیه تو من دارم، میخوای همونم بگیری؟ پوزخندی زد. گفت دروغ بگو رویا، دروغ بگو، آخرش که مشخص میشه حقیقت. وای به حالت اون روز رویا. یه برو بابا زیر لب گفتم. من رفتم توی اتاق. توی یه لحظه تصمیم داشتم جمع کنم و برم، ولی خب کجا رو داشتم؟ کجا رو میتونستم برم؟ اون طلاها رو نمیخواستم فعلا دست بزنم. باید خیالم از بابت طلاق راحت میشد. اون وقتش که میرسید راحت پولش میکردم.
بعدم خرجش میکردم. اما خب حالا که رفتم زیر ذره بین سعید وقتش نبود اصلاً. درگیر حساب کتاب با خودم بودم که صدای حرف زدنش اومد. انگار داشت با تلفن صحبت میکرد. در رو یکم باز کردم که واضح بشنوم. گفت آره عشقم. گفت ترانه گوش کن دارت بگردم. یه مدتی فعلا سرمایه گذاری کردم که پولمون دوبل بشه. گفت نه نگران نباش عزیزم، مشکلی نیست، خیالت راحت. تو فقط صبر کن تا این زنه رو طلاق بدم. گوشام تیر میکشید از چیزایی که میشنیدم. این حق من نبود. از اتاق پریدم بیرون. توی یه حرکت گوشی رو ازش چنگ زدم. صدامو انداختم تو سرم. گفتم زن خراب، الهی که نباشی که زندگی. با دستی که کوبیده شد صدام توی گلوم موند. چی کار میکردم؟ ما تا مبهوت خشک شده بودم که صدای بلندش بلندتر شد. گفت این چه غلطی بود کردی ها؟ صداتو ببر، ساکت شو. فهمیدی یا نه؟ اشکام شور شور میریختن. گفتم جلوی من نه سعید، جلوی من این کارو نکن. گفتم من هنوز دوست دارم سعید، عذابم نده. من صدمو تو این کار گذاشته بودم تا بازیگر خوبی باشم. انگار موفقم شده بودم، چون اون انگاری باور کرده بود که من و عشقمو. خب شاید یه بخش کوچیکی از احساس هنوز درونم نفس میکشید، ولی خب نه برای سعید، برای خودم. من با خواستن و موندن با سعید فقط در حق خودم بی‌وفایی و ظلم میکردم. گفت دوستم نداشته باش رویا. گفت از اون روز همه چی مخفی بود، ولی خب حالا که تو هم میدونی، خب پس انکار پنهانی در کار نیست. حتی اگر لازم باشه اینجا هم میارمش. تو وظیفه داری که ازش به نحو احسن پذیرایی هم کنی. سیل اشکام هنوز جاری بودن. گفتم تو رو به روح مادرت قسم میدم سعید، لطفاً برو. من جایی رو ندارم برم، ولی خب تو داری. گفتم برو، بذار که تا طلاق همون یه ذره حرمت بینمون بمونه. این یه تیکه رو واقعا فوق‌العاده بازی کردم، جوری که یه لحظه به هم رحمش اومد، ولی خب سریع جمعش کرد. برای این که تیر خلاص رو به روحش بزنم جلوی پاش دو زانو و با التماس نشسته بودم. گفتم ازت مهریه نمیخوام سعید، هیچی نمیخوام ازت، فقط بذار شخصیت و غرورم برام بمونه. به خدا بعد از طلاقم میرم خونه داداشم. نهایت یه کاری برای خودم دست و پا میکنم، ولی خب با احساسم، با غرورم، با قلب من بازی نکن. هیچی نگفت. یکم موند و بعدم از خونه زد بیرون. تا اون رفت 2 تا بشکن رو هوا زدم. گفتم آفرین رویا آفرین. یه آبی به دست و روم زدم. مشغول این استگردی شدم. چند ساعت تو همین حالت مونده بودم که صدای در رو کلید اومد. سری پریدم تو اتاق. مداد چشم و کرمم رو برداشتم. رفتم سرویس. در رو قفل کردم. با نهایت سرعت زیر چشمامو خیلی طبیعی سیاه کردم. لبمو با کرم سفید کردم. یکمشو پاک کردم. موهامو ژولیده پولیده کردم. بعد کرم و مداد و داخل کش و یه روشویی قایم کردم. سعیدو که دود به دست توی خونه دیدم، اعدای آدمای ترسیده رو در آوردم. حین بلند و کشداری سر دادم. گفت نترس بابا، منم. بیا بشین با حرف دارم. وای خدای من. گفت تله ها رو کجا قایم کردی؟ خواستم بلنشم که دستمو گرفت. با هرس پس ایستادم. گفتم من دزد نیستم سعید، اصلا نمیدونم که از کدوم تله ها حرف میزنی. گفتم من نمیدونم. رفتم تو اتاق، اونم پشت سرم اومد. گفت طلاقت نمیدم رویا، تا تکلیف تله ها مشخص نشه تکلیف تو هم مشخص نمیشه. گفت سودابه گفته اون روز که خونه مامانو تمیز کردیم حالت بد شده، زود برگشتی. گفت من که میدونم. وای میدونم که دلیل حال بدی چی بوده. پس با زبان خوش
بیار پسشون بده تا با زور ازت نگرفتمشون. بی توجه به حرفا و کاراش من ازش سوال پرسیدم. گفتم درست بگو بدونم جریان طلاها اصلا چیه؟ گفت پول خونه و ماشین و زمین همه رو طلا کرده بودم. تو خونه مامان بودن ولی خب الان نیست. من که میدونم دست توه، داری بازی در میاری، ولی خب بالاخره میفهمم که کجا قایمشون کردی. چهرمو غمگین کردم. گفتم طلا کردی که مهریه ندی؟ من که گفتم نه مهریه تو نمیخوام. پوزخندی زد و گفت آره خب بایدم نخوای وقتی که اون همه طلا و پول داری. اشک از چشمام جاری شده بود. گفتم لازم نیست که برام فیلم بازی کنی آقا سعید. میدونم که این داد و هوارا و بازجویی همش فیلمه. دیگه گولتو نمیخورم. با تهدید اومد جلو. گفت بگو کجاست رویا. حالش دادم و داد زدم. گفتم من نمیدونم. من تازه از خودت فهمیدم که اصلا طلا داشتی. پولا رو طلا کردی. به گریه افتادم. گفتم به جون خودت که برام عزیزی دست من نیست سعید. غیر از من اون روز خواهراتم اونجا بودن. از اونا بپرس خب. دو دل نگام کرد و از اتاق زد بیرون. اشکامو پاک کردم و خوابیدم. دلم میخواست فردا برم پیش مامان بابا، هرچند که دیگه نبودن، ولی خب اون حضوری که ازشون احساس میکردم برام کافی بود. رفتم یه شاخه گل خریدم، رو قبرشون پرپر کردم. بی خبر از همه جا که یه جفت چشم داره منو میپاد. از قبل از صبح رفتم یه پارک شلوغ که همیشه با سعید میومدیم و بچه ها رو نگاه میکردیم. دلمون ضعف میرفت براشون. خب البته فقط دل خودم. یکم اونجا موندم و بعدم برگشتم. تا پامو گذاشتم داخل سعید مثل شبح از کنارم رد شد. رفت تو. هم ترسیده بودم هم از رفتارش متعجب شدم. مثل دیوانه ها خونه رو به هم ریخت. بدون گفتن هیچ کلمه‌ای فقط و فقط ریخت و پاش میکرد. مبلا رو با دست فشار میداد. دنبال رد دوختگی میگشت انگار. من دم در وایساده بودم. نظاره میکردم این نمایشا رو. گلدونا رو چپه کرده بود. حتی یخچال و سطل آشغالا رو هم میگشت. بعدم رفت اتاق خواب به هم ریخت. کمودا، تخت، زیر تخت، داخل حمام، سرویس، هر جایی که دستش میرسید و گشت به هم ریخت همه جا رو. نگاهی به هم کرد و با عرق روی پیشونی رفت بیرون. تو دلم گفتم بگرد آقا سعید، بگرد اونقدر بگرد تا بمیری. به خیال اون شدم. برای خودم غذا درست کردم، خوردم با خیال راحت. خونه رو اصلا مرتب نکردم. تو همون حالت گذاشتمش باقی بمونه. یک هفته بی به همین منوال گذشت. سعید یه هفته مدام پیشم بود. ثانیه‌ای تنهام نمیذاشت. و بعد یهو دیگه خونه نیامد. خب البته میومد ولی خب خیلی کم. در حد چند دقیقه میومد و بعد هم میرفت. دیگه در مورد طلاها با هم حرف نمیزد ولی یه جمله تکراری میگفت نمیخوای تمیز کنی؟ و منم فقط نوچ میگفتم. دوباره میرفت و از آخرین باری که رفته 2 روز گذشته. نه زنگی و نه پیامی، نه هیچی. اصلا براش اهمیت نداشت که زنش تو خونه تنهاست. تا بالاخره اومد گفت خونه رو میخوام فسخ قرارداد کنم. گفتم وا خودت با داداشت صحبت میکنی یا خودم میگم؟ سوالی نگاش کردم تا حرفشو ادامه بده. گفت طلاقت میدم ولی خب هیچی ندارم که بخوام مهرت کنم. گفت ببخش و برو. منم همین رو میخواستم ولی خب یه جورایی دلم شکست. 5 سال از عمرم به خاطر کسی تلف شده بود که حتی ذره‌ای بهم علاقه نداشت. گفت طلاها هنوز پیدا نشده ولی خب حدس میزنم که دست ساده باشه. گفت وسایل خونه رو میفروشیم، پولشو بهت میدم. پول زیادی نیست ولی خب الان فقط در همین حد میتونم بهت بدم.
گفت طلاها رو که پس گرفتم برات یه خونه اجاره میکنم. نفسشو آروم و یواش داد بیرون. گفت شاید برات یه شوهر خوبی نبودم، ولی خب آدم بیشرفی هم نیستم عزیزم. گفت به شرافتم قسم، طلاها که دستم برگرده نمیذارم که زیر منت داداشت بمونی. گفت یه مدتی موقت برو اونجا. حس ترحمش اذیتم میکرد. درسته که یه زن مظلوم و گریون بودم، ولی خب بیچاره و بدبخت نبودم. خب اگه طلاها هم دستم نبود، زن داداشم یه فرشته بود برام. میتونستم که بهش پناه ببرم، اما خب دلم نمیخواست که سربار اونا باشم و بشم مشکل براشون. سعید چوب حراج زد به وسایل، کم کم همه رو فروخت. این بار واقعا دلم گرفت. جهیزیه که پدرم با شوق خرید و مادرم با ذوق چید، حالا تیکه تیکه پخش و پلا شده بود. همه پولا به حساب من می اومد. هیچ نگرانی نداشتم. یه جورای سعید باورش شده بود که هیچ طلا و پولی دست من نیست. دلم براش میسوخت. میدونستم آینده سختی داره، ولی خب وقتی که اون به من و آرزوهامون زندگیمون فکر نکرد، خیلی بی‌وفایه که من بهش فکر کنم. نامردی در حق خودمه. بالاخره همه کارای دادگاهی و مشاوره و همه چیز تمام شد تا رسید روزی که رسما جدا می شدیم. داداشم مثل یه پدر کنارم قدم برمی داشت تا اینکه ترانه رو کنار سعید دیدم. رسول تا چشمش به ترانه افتاد خشکش زد. گفت شوهرت به خاطر این زن میخواد طلاقت بده؟ این حرفو داداشم وقتی زد که ترانه رو کنار سعید دید. شوکه ازش پرسیدم مگه اینو میشناسیش؟ سعید تکون داد و گفت آره بابا، این زن رفیقم بود. اوضاعش خیلی خرابه، خیلی هم خراب. اهل تیغ زدن و پولکیه. گفت رفیقم به خاطر همین طلاقش داد. حالا صبر کن تا پولای سعیدم تموم بشه، تا اینکه بهش روی واقعیشون نشون بده. اصلا قصه نخور. با دهن باز نگاش میکردم. قدم برمی داشتم تا ترانه رسول و کنارم دید. اونم خشکش زد. اونا بیرون موندن. ما رفتیم داخل برای جاری شدن خطبه طلاق. وقتی که اومدیم بیرون ترانه نبود. سعید حتی خداحافظی هم نکرد. گوشیشو در آورد و رفت. تقریبا 3 هفته‌ای بودش که مهمون خونه داداشم بودم. زن داداشم واقعا مثل اسمش فرشته بود. هیچ منتی رو سرم نذاشت. ولی خب منم زیاد مزاحمش نمی شدم. تو کارا کمکش می کردم و بعدم می رفتم بیرون دنبال خونه. ولی خب هیچ وقت دست خالی برنگشتم به اون خونه. گاهی مایحتاج خونه و ضروری رو می خریدم. گاهی هم که پولم کم می اومد در حد نون رو حتما می خریدم. ولی خب هیچ وقت دست خالی نمی رفتم. فرشته زن شریف و با محبتی بود. اما خب نمیخواستم که داداشم پیشش به خاطر من شرمنده باشه و یا خدایی نکرده به خاطر من به مشکل بخورن. طلاها رو پول کردم. همه رو تو بانکی گذاشتم. باهاش یه پراید خریدم که آواره اسنپ و آژانسا نشم. 1-2 بارم با رسول رفتیم دنبال خونه، ولی خب پیدا نشد. برای این که اونو از کار زندگی نندازم خودم تنها می رفتم. تا اینکه چند روز پیش بالاخره یه خونه نقلی توی یه منطقه آروم پیدا کردم. برای این که از تنهایی نترسم یه آپارتمان انتخاب کرده بودم. بالاخره امروز کاغذبازیش تمام شد. رفتم دنبال فرشته تا بریم با هم برای خونه وسایل بخریم و برای جبران بخش کوچیکی از لطف و محبتای اون روزاشون 3 ساعت شیک برای 2 تاشون و برای خودش سر تا پا لباس خریدم. کلی سعی کرد که جلومو بگیره. مدام میگفت وا نمیخواد رویا جان، ولی خب در نهایت خواهش اصرارای من جواب داد. خوشحالم میکرد.
دوست داشتم خانوادم رو خوشحال ببینم. زن داداشم عضوی از خانوادم بود. تو راه موقع برگشت جلوی یه شیرینی فروشی نگه داشتم. فرشته داخل ماشین موند. من رفتم داخل. یه جفت چشم آشنا، بوی آشنا، صورت آشنا، ولی خب نه تنها سعید بود و ترانه. انگار که برای کسی قرار بود که کادو ببرن، چون دست ترانه یه دست گل قشنگ بود. منو که دیدن ترانه پوزخندی زد و رو گرفت ازم. ولی خب سعید بی تفاوت زل زد بهم. بعد از چند دقیقه نگاهشو دزدید. خریدم که تمام شد. خواستم برم سمت ماشین که صداش اومد. گفت مبارکه، داداشت ماشینشو عوض کرده. چه پس رفته چشمگیری. با لبخند زاری برگشتم سمتش. گفتم نه، مال خودمه. تعجب کرد و بسته شیرین رو باز کردم. گفتم که بفرمایید، دهنتون رو شیرین کنید. اینم شیرینی خونه خریدم. سعید که دیگه داشت پس می افتاد به زور گفت با کدوم پول؟ خودم یه دونه رولت برداشتم. گفتم با پول تله ها دیگه. تا جملم تمام شد رنگشی ها پرید. انگار که روحش در رفته بود. گفت پس دست تو بود. ترانه که تا اون لحظه ساکت بود صداش در اومد. گفت سعید، این زن درباره همون طلا هایی که گفتی سرمایه کردی حرف میزنه؟ من نذاشتم که سعید چیزی بگه. گفتم آره دیگه، طلاها دست من بودن. به عنوان مهریه همه رو داد بهم. چطور مگه عزیزم؟ بهت نگفته بود؟ سعید خشک شده بود. حتی انگار به زور نفس میکشید. ترانه رو کرد بهش. گفت وا تو دیگه چقدر احمقی سعید. خوبه بهت گفته بودم که بهش یه قرونم ندی. اون وقت تو گفتم لابد میخواستی با پولای من، با مهریه من بخوری و بخوابی. آره متاسفم بیچاره. و بعد گل و پرت کرد تو صورتش و گفت دیگه دنبالم نیا، من از آدم دروغگو حالم به هم میخوره. اینو گفت و از اونجا دور شد. آره سعید اما مات مونده بود. بالاخره زبان باز کرد و گفت واقعا دست تو بود؟ تایید کردم که ادامه داد. من به ساره و شوهرش تهمت زدم رویا. من بهشون گفتم که دزد معتاد. گفتم فقط چون شوهرش در اعتیاد داره و وضع خوبی ندارن بهشون شک کردم. گفتم من به خواهرم به خاطر توی دروغ تهمت دزدی زدم رویا. دستش رو مدام به موهاش میکشید که جوابشو دادم. گفتم تو هم به خاطر اون زن پولکی چند سال منو بازی دادی سعید. من با تو فقط 1 ماه بازی کردم عزیزم. زیاد ناراحت نکن خودتو، چون دستت به هیچ جا نمیرسه. دیگه الان نه منو داری، نه خواهرتو، نه ترانه عشقتو. همه رو به خاطر طمع و اشتباهت باختی. عمیق‌تر نگاش کردم. گفتم بازنده این بازی فقط و فقط خودت بودی سعید. و با یه خداحافظی آروم از اونجا دور شدم. از زین دیدمش. هنوز همونجا وایستاده بود. همون حالت و همون چهره. شاید بالاخره فهمیدم که از کجا و از کی شکست خورده. لبخند غمگینی رو لبم نشست. دلم به حال خودم سوخت. ولی خب بازم خدا رو شکر کردم. شکر خدایی که اگه نبود سرنوشت منو سعید می نوشت. ولی خب حالا تنهایی که برای من ساخته بود خودش دوچاره شده بود. بیخیالش شدم. من خدا رو همراه خودم داشتم. هیچ کس نمیتونست که با من نامردی و بیوفایی کنه و شکستم بده. رفتم خونه منتظر موندم که وسایلم بیاد. وقتی که رسید چیدمشون. فرشته کلی اصرار کرد کمکم کنه، ولی خب نذاشتم. میخواستم که خونه خودم رو با دستای خودم بچینم. همین کار رو هم کردم. برای خودم یه چای ریختم. اولین جایی که برام طعم بهشت رو داشت مزه کردم. خونه خودم، آرامش خودم، همینا فعلا برام کافی بودن. مطمئناً دلم یه خانواده میخواست، ولی خب دیگه نه الان. خب شاید بعدها، روزی که بتونم از لحاظ روانی
یه زن پایدار باشم. زنی که بتونه یه خانواده شاد بسازه ازش. دوستای عزیزم، از این که تا پایان این داستان زیبا با من همراه بودین ازتون سپاسگزارم. اگه به داستان‌های واقعی بیشتری علاقه‌مندین لطفاً کانال دومم اعتراف لند، اعتراف تو و رادیو اعتراف رو سابسکرایب کنید. داستان‌های خارق‌العاده خفنی رو براتون آماده و آپلود میکنم تا داستان‌های بعدی یا حق